سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. هر جا که هستین سالم و سلامت و جیبتون هم پرپول باشه. میخوام توی این ویدیو از اهمیت خیلی زیاد تایم والا صحبت کنم. تایم والایی که یه جورایی نشون دهنده مسیر قیمتیه. نوایی تصفیهش، نوایی که جا مونده برای تصفیه خیلی مهمه و مسیر قیمت رو مشخص میکنه. حالا ما چجوری تایم بالا رو نگاه کنیم؟ ببینید، ما از بالاترین تایم باید شروع کنیم به نگاه کردن که ببینیم نزدیک قیمت چه چیزایی داریم، چه نوای تصویه‌ای داریم. اوکی، من میام مثلا برای مثال روی طلا از بالاترین تایم هم چیه؟ 12 ماهه که همون یک ساله میشه. میام شروع میکنم نوایی مشخص کردم. من میگم خب اینجا یه دونه سقف داریم. سقف چیه؟ سقف 2024، درسته؟ من مشخصش میکنم 2024 تایم. اوکی، میریم تا این پایین تر 6 ماهه که به قضیه سقف چیزی نداریم اینجا. میریم توی 3 ماهه. 3 ماهه یه دونه کندل نزولی اینجا داریم، ما اون رو مشخصش میکنم. اوکی، یه مقدار میکشمش جلو، بذارید من رنگش هم عوض کنم که مشخص باشه. خب اینو داریم و نزدیک میدل این کندل 3 ماهه آخر سال 2024 اوپنش هم داریم دیگه. این هم ما مشخص میکنیم. اوکی، 3 ماه اوپن. اوکی، اینم یه 2024 ما اوپنش رو مشخص میکنیم. اوکی، یه دونه اینو داریم. میریم توی ماهیانه، میبینیم که خب اینجا نواحی قیمت، ببین یه دونه اوپن اینجا داریم، اوپن ماهیانه. یه دونه اوپن همین ماهی که توش هستیمه. یه دونه هم اوپن این کندل که برای ما نزدیک قیمت هست و مهم است ایناست. حالا بین این دو تا کندل که قیمت از ضبط این کندل که رفته سقف 2024 زده، یه اف جی جا باشه بین این دو تا کندل. پس من این اف جی رو مشخص میکنم، ادامهش میدم جلو. یه اف جی بنویسیم که تو ذهنمون باشه. اوکی، اف جی 2024 بنویسم که تو تایم پایین بتونیم راحت نگاش کنیم. این هم گذاشت میدم اینجا. خب توی 3 ماهه، توی ماهیانه دیگه چیا داریم؟ چیز خاصی دیگه نداریم. یه دونه اف جی اینجا داریم که اونم بذاریم مشخص کنم. حالا اینو مشخصش میکنیم. فیجی ماهیانه. اوکی، پس اینجا دیگه چیزی نداریم. حالا بریم توی هفتگی. توی هفتگی میبینم که قیمت اومده این فیجی رو پر کرده. اوکی، پس اینجا یه جورایی برای من میتونه نقدینگی باشه. این کفه میتونه نقدینگی باشه. اگرم بخواد بیاد دوباره این پایین پر کنه، نهایت در حد اصلاحه که بتونه ارزان به خدمت توی قیمت رو حرکت بده. حالا توی هفتگی چه نوایی داریم ما؟ بذارید من اینا رو یه ام بغلش بنویسم که بدون ماهیانه از هفتگی هم میخوایم مشخص کنیم، اشتباه نشه. اینم ماهیانه، اینم ماهیانه. اوکی، حالا بریم توی ویکلی، به نوای ویکلیمون رو مشخص کنیم. ببین توی ویکلی ما چیا داریم اینجا؟ یه سقف داریم، سقف هفته پیش که سقف تاریخی طلاه. اوکی، last week high یا ATH 2956 سقف تاریخی بوده دیگه. خب چیا رو داریم؟ یه دونه اوپن هفته رو اینجا داریم، یه ویک میزنم که تو ذهنمون باشه. بعد یه دونه اوپن اینجا رو داریم، ویک میزنم که تو ذهنمون باشه. یه دونه اوپن اینجا، این هم مشخص کنیم. و یکم اوپن همین هفته است که دیگه چون اول ماه بوده مشخصه دیگه نمیکشم. اوکی، یه ناحیه هم اینجا داریم. خب ببین قیمت سقف رو زده، ایتیاج رو زده، ریخته، اومده دو تا کندل رو زیرش رو گرفته. الان خیلیا تو این ناحیه گفتن اگه این افیجی پر بشه به اوپن هفته، این افیجی پر بشه اینجا رو میگیریم میریزیم. پس من میام این ناحیه رو اینجوری مشخص میکنم. اوکی، چون این ناحیه برای ما مهم.
و دیگه چیا داریم؟ خب بریم تا این پایین‌تر، بریم تا همون 4 ساعته دیگه. الان نوایی که میتونیم باش ترید کنیم و باید یواش یواش مشخص کنیم. خب از همین بالا شروع میکنیم. ببینید ما قبل از اینکه سقف رو بزنیم یک کف داشتیم، یا آخرین سقف رو بزنیم یک کف داشتیم. این کفه برای من کف معتبریه. چرا؟ چون توی ناحیه هفتگی همونجوری که توضیح دادم، ناکنید اینجا یه FG جا گذاشته دیگه. خیلی گفتن قیمت این FG رو پر کنه، این کفه رو بگیره، با پولاک به این کف با پر کردن این FG قیمت به ریزش ادامه میده. بریم داخلش، دوباره بریم توی 4 ساعته. ببین قیمت، من بکشم روی این کف، قیمت بدونی که احترام بذاره به این کف رد شده رفته بالا. اوکی. خب آخرین کفی که سقف زده کجا بوده؟ اینجا بوده دیگه. این کف برای من نقص شده، پس یه جورایی داره قیمت به من چی رو نشون میده؟ نشون میده که آقا سقف رو زدیم و احتمال خیلی زیاد اصلا داریم به سمت نواحی تسویه تایم بالا ماهیانه، 3 ماهه و گره های معاملاتی که تو پایین وجود داره. حالا ما چجوری میتونیم تریدش کنیم؟ ببینید ما میایم این رنج رو مشخص میکنیم، امتدادش میدیم به سمت بالا. اوکی، میگیم که خب قیمت رفته بالا، سقف رو زده، برگشته 50%ش ولی احترامی نذاشته، قیمت اون ازش رد شده، همه کفا رو گرفته، یه پول بک زده به 50%ش و دوباره ریخته اومده توی این ناحیه. اوکی، اینجا هم تصویه کرد رو بالا زده. حالا قیمت برای چی رفته بالا؟ قیمت رفته بالا برای چه کاری؟ ببینید ما توی این رنج سعودی روی 50% خیلی اینجا هنوز پوزیشن دارن. ببین مثلا روی این کندل که روی اوپن هفته هم هست، یا توی این رنج بهتره بگم، توی این رنج هنوز خیلی درگیر پوزیشن بای، یعنی اینجا خیلی بای داشتن، توی این کندل بای داشتن، توی این 50% خیلی برگشت تو بریک ایون تصویه شدن. ولی توی این نواحی روی اوپن، آخرین رنج بالای اوپن هفته و آخرین رنج سعودی قبل از گرفته شدن این کف، توی سقف منظورم ها، توی این کف اینجا بوده. اوکی، پس این ناحیه تصویه مهمیه برای من میام توی تایم پایینتر، میبینم که خب قیمت کفش گرفته اینجا رو تصویه کرده، پس اینجا یه جوری برای من تصویه شده است. میام کجا رو مشخص کنم؟ جایی که این ناحیه رو گرفته برگشته. اوکی، پس میشه اینجا برای من این آخرین تلاش برای صعود بوده. چرا؟ چون این این کفی که باعث شده سقف زده بشه گرفته نشده بوده، قیمت اومده توی این به اصطلاح اوردر بلاک گرفته، یه بالا رو زده ولی بعدش بوم ریخته. پس اینجا میشه برای من ناحیه تصویه. اوکی، من اینجا یه دونه دایره زرد رنگ میذارم که تو ذهن ما باشه برای تصویه. خب پس چی شد؟ گفتیم که آخرین کفی که ATH زده میشه رنج تصویه ما. چجوری باید تصویه بشه؟ ببین وقتی اومده کفش گرفت، اومده 50%ش رسیده، احترام ازش ردش کرده، قیمت اومده اون کندلی که 50% نقص کرده تصویه کرده و ریخته زیر این رنج تثبیت داده، پس من اینجا دنبال سل میگردم، به جای که دنبال بای بگردم توی نوایی دنبال سل میگردم. اوکی، چون داره نشون به من میده، چارت به من نشون میده که قیمت قرار اینجا تصویه کنه بریم برای نوایی پایینتر. ببین اینه که میگه همش احتمالات ما احتمالات رو در نظر میگیریم. اوکی، حالا بریم سراغ نوایی پایینتر، ببینیم چرا اونجا باید بره تصویه کنه. ببینید ما اینجا، من اینو یه ذره بکشم، این سقف 2024 رو فعلا من خیلی کشیمش جلو، مشخص. خب من اینو امتدادش بدم به همینجا. اوکی، بریم تو تایم 4 ساعته بریم که یه ذره چارتمون بهتر دیده بشه. خب ببینید اینجا همون FPG ماهیانه بود که توی هفتگی هم FPG ساخته، اومده اینجا رو پر کرده و رفته بالا. پس اینجا برای من یه جورای دیگه بی اهمیته، یعنی اینجا اگر هم مونده باشه برای اصلاحه، یعنی من اینجا منتظر نمیمونم که اینجا قیمت بیاد اینجا به من بای بده، من اینجا رو در نظر میگیرم برای نقدینگی. FPG هم پر بشه، این کفر رو بگیره برای نوایی بالاتر، برای تصفیه اصلاح ناحیه بالاتر. اوکی، خب ببینیم ما قبل از اینکه سقف 2024 زده بشه، من یه تایم دیلیش کنم که ذره واضح‌تر ببینیم. ببین قبل از اینکه سقف 2024 زده بشه، ما اینجا یه دونه به اصطلاح اوردر بلاک داریم. اوکی، قیمت اومده داخلش،
بذار ما همه رو در نظر بگیریم، چیزایی که میتونسته به ما تایید بده برای سل. اوکی. ببینید اینجا ما یه دونه بی پی آر داشتیم، من اینم در نظر بگیرم بی پی آر. ببین ما اینجا یه دونه بی پی آر داشتیم. خب قیمت اومده این بی پی آر رو نقص کرده، اومده اردوبلاک رو گرفته ریخته. پس اینجا برای من اینو پاکی کنم که رنگ قاطی نشه. من اینو مشخص میکنم، این میشه گره تایم بالای ما. اینجا هنوز تصفیه نشده، من اینو مشخصش کنم. چرا تصفیه نشده؟ ببین خب خیلیا، حالا بریم توی 4 ساعت واضح‌تر ببین. خیلیا با گرفتن این اردوبلاک با آخرین رنج سعودی سقف 2024 گفتن که خب همین سقف‌ها رو گرفته، این نقدینگی گرفته، این هم آخرین سقف، قیمت بگیره میریزه دیگه. خب قیمت گرفته ریخته، این کفرم زده، خب قیمت رفته بالا سقف، برگشت تو بریک ایون، اینا رو تصفیه کرده. ولی اینا که اینجا وارد شدن چی؟ اینا رو تصفیه نکرده، اینا رو تصفیه نکرده هنوز. بعد اینجا تو این گره ما چی داریم؟ آخرین اف جی 2024 داریم. اگه بریم توی 3 ماهه، درسته اگه اشتباه نکنم 3 ماهه بود یا نه ماهانه بود. آره دقیقاً. ببین توی ماهانه ما اینجا اف جی داریم که هنوز پر نشده. قیمت اومده بریک ایون رو زده. اونایی که تو این سقف پوزیشن داشتن، آدمای باهوش، تریدرهای باهوش اومدن تو این سقف، وقتی این سقف رو زده دیگه منتظر نشدن قیمت بریزه، اومدن اینجا رو تصفیه کردن و قیمت پرتاب شده بالا. حالا به غیر از این گره‌ای که میتونه قیمت رو سمت خودش بکشونه، ما یه گره دیگه داریم. کجا؟ اینجا. چرا؟ ببین بذار من اینو ژانویه 2020. اوکی. ببین سقف 2024 زده دیگه. میگن خب خیلی هم مولگان میگن خب سقف مهمی رو زده، پس قیمت حتما یه اصلاح داره، حداقل مثلا تا این نواحی اصلاح داره، مثلا این فیجو پر کنه، این فیجو پر کنه، اصلاحی داره. خب ببین خیلی اومدن اینجا بعد از زده شدن سقف 2024 درگیر معامله سل شدن. ببین این گره، تو این گره درگیر معامله سل شدن. پس قیمت قبل از اینکه برسه به اینجا میتونه تو این ناحیه واکنش خوب داشته باشه. چرا؟ چون ما اینجور در نظر بگیریم، بگیم که خب شاید این گره بعد از زده شدن این بریک ایون از اهمیتش کم شده. خب اگه اینجوری در نظر بگیریم، این ناحیه که نزدیکتر به قیمت هست و تاریخش هم جدیدتره، براش اهمیتش برای ما خیلی بیشتره. پس من میام اینجا هدف قیمتی رو کجا تشخیص میدم که خب قیمت از بالا که چک کردیم اینجا رو داره تصویر میکنه بریزه، یا گره‌هایی که اینجا جا مونده، یا این گفتیم کجا، یا این اف جی ماهی آخرین ماه 2024 که توش اسیر سیل شده، یا که اینجا اسیر سیل شدن. یه سری هم که گفتیم کجا سقف 2024 رو زدن، گفتن که نقدینگ مهمیه، پس این سقف رو بزنه احتمالاً سیل داریم. خیلی تو این کندله با پر شدن اف جی خیلی سیل نه، ولی قیمت پرتاب شده بالا دیگه، برنگشت اینا که اسیر سل رو تصفیه کنه. پس اینجا برای من مهمه. اینجا هم با این دایره زرد مشخص میکنم برای نوعی تصفیه بعدی. حالا چرا اینا رو نگاه میکنیم؟ ببینید من اعتقاد دارم، میگم اگر هم میخواین اسکلپ کنید، تا این پایین معامله کنید، حتما باید تا این بالا رو در نظر بگیرید. توی مسیر درست اسکلپ رو میکنید، توی مسیر درست اسکلپ کنید، توی مسیر قیمت اسکلپ کنید. واسه همین میگم تایم بالا خیلی اهمیتش بالاتره. بهتره که همیشه اینجوری بشینی پلنتون رو بریزین، حتی پلن هفته. حالا من پلن هفته رو بهتون میگم توی ویدیوهای بعدی، پلن هفتگی رو چجوری بریزید، پلن ماهیانه رو چجوری بریزید. اوکی. پس ما چی شدیم؟ من یه بار دیگه بهتون بگم. ببینید ما اینجا یه دونه کف داشتیم که ATH زده، آخرین سقف طلا رو زده، قیمت سقف رو زده، برگشته تو 50%ش احترام نذاشته، ازش رد شده، برگشته این کندلی که احترام ازش رو تصفیه کرده ریخته. این کف مهمی که سقف زده برای من زده، اینجا هم تثبیت داده، چند روز توش بوده، 2 روز توش بوده، 2 روز توش بوده. اوکی. پس من منتظرم قیمت بره بالا، آخرین رنج سعودی رو برای من تصفیه کنه، اوپن هفته رو بگیره، یا حتی میتونه دوباره به این بالا هم نفوذ کنه، آخرین رنج سعودی بالای اوپن هفته. خب میتونه به این ناحیه هم نفوذ کنه، اینجا رو بگیره، بریزه برای کجا؟ این نقدینگی این کفو بگیره، یا بیایم تو این گره، یا بیایم تو این گره، اینا رو تصفیه کنیم برای سقف بالاتر. اوکی. پس اینجوری چجوری ما ناحیه بالا رو نگاه کردیم؟ اومدیم از بالاترین 12 ماه، 6 ماه، 3 ماه، ماهانه، هفتگی، نواحی مهم تصفیه که میتونه قیمت رو
مسیرش عوض کنه رو مشخص کردیم. حالا من برم یه مثال بذار روی یورو ما 2 هفته پیش با بچه‌ها میت داشتیم. ببینید مسیر رو چقدر قشنگ مشخص کردیم. نگاه کنید. اومدیم دقیقاً همه جا رو مشخص کردیم. اینجا باگ داد که البته من معاملش نکردم. توی میت با بچه‌ها صحبت کردیم تا این بالا رو لایو تحلیلش کردیم، منتظریم قیمت برسه به این نواحی که قشنگ قیمت رسید. این نقطه زنی تا این بالا نقطه زنی قیمت پرتاب شد به سمت هدفمون که هدفمون یکی اینجا بوده. نگاه کنید ببینید اهمیت ناحیه تصویر ببینید. قیمت ردش میکنه، به این ناحیه احترام نمیذاره، به این خطی که اینجاست عدد 1076 77 20 احترام نمیذاره. قیمت میره بالاش 3 تا سقف مینور میزنه، تثبیت میده، برگشت بهش پرواز. حالا اهداف بعدیش بالاتره، احتمال خیلی زیاد قیمت یورو تا آخر سال به این نواحی خواهد رسید. منظور از این ویدیو اهمیت ناحیه بالا بود که چجوری مسیرتون رو مشخص کنید. حالا توی ویدیوهای بعدی روی داو جونز هم میریم، روی استاک هم میریم، روی هر ارزی شما باید اگه ترید میکنید باید مسیر بالا رو در نظر داشته باشید. ببینید مثلا من تا این پایین توی ویدیوهای قبلی کانال هست من میگم که تایمای خیلی مهمی داریم روی چارت که اونا قیمت و حرکت میده. اونا برای من ابزارم. من اول میام تایم بالا رو مشخص میکنم، تایم اصلی رو مشخص میکنم، از این سشن ها، از این ساعت های مهم به عنوان ابزار استفاده میکنم. خب میام میبینم اینجا چه چیز اهمیتی داره که میتونه قیمت رو باز بکشونه. میام مثلا نگاه میکنم میبینم خب اوپن ساعت 7 داریم که برای من خیلی مهمه. خود کندل ساعت 7 آخرین رنج اینجا بوده، این برای من خیلی مهمه. یه جورایی همپوشانی منو کمک میکنه. یک کندل ساعت 1 روی طلا دارم من اینجا، کندل ساعت 1 صبح نیویورک رو دارم، برای من خیلی مهمه. میبینید همپوشانی ها اینا به عنوان ابزار به من کمک میکنه که من تریدم رو بزنم، پوزیشنم رو بگیرم. میبینید اینجا ناحیه مهمی که داریم، همپوشانیایی که داریم دیگه. ببین اینجا اوپن هفته که داشتیم هیچی، اینجا کلوز لندن داریم، ساعتهای مهم توی روز. اینجا دوباره کلوز لندن رو داریم که اینجا قیمت گرفته ریخته. میبینید اینا به عنوان ابزار استفاده میشه. پس من فقط نمیام بر اساس اینا بشینم تو روز معامله بگیرم یا پوزیشن بگیرم. من تا این بالامو چک میکنم، به عنوان از این ساعت‌ها به عنوان ابزار استفاده میکنم. یه موقعی دیدین من با استراتژی مخالفم، میگم که آقا استراتژی مخصوصا تایید محور اشتباهه. چرا؟ ببین وقتی ناحیه توی قیمت توی ناحیه تثبیته، شما استراتژی امکان نداره کار کنه. مثلا استراتژی سقف و کف مثلا آسیا، سقف و کف لندن، نمیدونم حالا هر چیز تو ناحیه تثبیت امکان نداره کار کنه. یا مثلا توی قیمت وقتی داره میره به سمت هدف تایم بالا، شما تو رو هرچی بای بگیری سیل بگیری میبینید طبق استراتژیشون کار نمیکنه، به خاطر اینکه هدف تایم بالاست. ما اگه تایم بالا رو ندونیم نمیتونیم تصمیم درست بگیریم توی پکیج دیلی روزانه چجوری ترید کنیم. پس حتما بهش اهمیت بدین، تمرین کنین. هر سوالی داشتین توی کامنت بپرسین تا منم کمکتون کنم. توی گروه تلگرام حتما عضو بشید، اونجا پوزیشن رو میذارم، توضیح راجبش میدم که خیلی میتونه توی مسیر رشد کمکتون کنه. خسته نباشین. فعلا خدا نگهدارتون.